زندگی میکنیم، اون زندگی رو احساس میکنیم، آیا شادی رو در خودمون احساس میکنیم یا نه. اگر اون شادی رو احساس میکنی و این مطالبی که عرض کردم در شما دیده میشه، شما به هر حال باورهای درستی دارید و مبتنی بر اصوله. اگر نیست میتونید از خودتون سوال کنید که چرا پس زندگی من غیر قابل اداره است. اگه زندگی غیر قابل اداره است به خاطر این هست که ما یک سری اعتقادات و واقعیات غلطی رو درک کرده ایم و این اعتقادات و باورهای غلط باعث شده که زندگیمون آشفته بشه. بنابراین باید رجوع بکنیم به خودمون، ببینیم آیا این اعتقادات و باورهایی که به صورت اکتسابی و ذاتی به هر حال کسب کردم از درون خودم، از خانواده خودم و از جامعه‌ای که درش بودم، آیا اینها با اصول روحانی و اصول معنوی حقیقی در واقع ضدیتی ندارن؟ اگر ضدیتی نداشته باشن که حتما زندگی ما قابل اداره است و همونجور که عرض کردم چاربعدمون در آرامشه. ولی اگر ضدیت دارن و به هر حال مشکل داریم، مثلا شب راحت خوابمون نمیبره، مثلا زندگی مالی خوبی نداریم، مثلا روابطمون با خانواده و اطرافیان خوب نیست، همش هر کاری میکنیم به چالش میخوریم، به مشکل میخوریم، یک تکرار مکررات اشتباهاتی رو تجربه میکنیم به طور مرتب در زندگیمون، این نشون میده که ما باید بازنگری در باورها و اعتقاداتمون بکنیم و نگاه کنیم و ببینیم که آیا واقعاً این اعتقادات و باورهایی که من دارم درست هستند یا خیر. پس بنابراین این کمک میکنه که بتونیم بسنجیم. خب یعنی در تعادل زندگی میکنم یا در افراط و تفریط هستم؟ از خودمون سوال میکنیم آیا من در تعادل زندگی میکنم؟ اگه در تعادل زندگی میکنم حتما باورهای درستی دارم مبتنی بر اصول روحانی و در واقع کتب آسمانیه. ولی اگر نه، زندگیم آشفته است و همیشه آشفته است و همیشه تکرار اشتباه و مشکلات و درد در هر حال روزانه تکرار می شود، این نشون میده که نیاز به بازنگری هست و حتما باید یک رجوعی به درون خودمون و به باورهای خودمون بکنیم و این کتاب خودشناسی که بنده در خدمتتون هستم میتونه به شما کمک بکنه. ما در لایو قبلی، در انتهای لایو قبلی، سوالات این بخش انکار رو خدمت در واقع دوستان عرض کردیم که خدمت دوستانم توضیح دادم اگر تمایل به خودشناسی دارن میتونن به سوالات پاسخ بدن و توضیحات مبسوط و زیادی رو در این چند لایو اخیر که در رابطه با کتاب بیداری از رویای فکر هست، در مورد تدریسش هست، به صورت تدریس کتاب در لایو قید شده، توضیحاتی رو بنده دادم و اگر دوستانی تمایل به خودشناسی داشتند به صورت رایگان میتونید از این کتاب، در واقع مطالب کتاب استفاده بکنید و اگر کتاب رو هم ندارید و تمایل به خریدش داشتید میتونید به بنده پیام بدید، من برای شما ارسال بکنم، یا اینکه از توی خود گوگل هم به هر حال بنویسید کتاب بیداری از رویای فکر سرچ کنید، اون کتاب میاد و از توی خود گوگل هم میتونید اون رو خریداری بکنید. عرضم به خدمت دوستان که مطلب رو ادامه میدم. آیا در چهاربعد وجودمان روح، روان، احساس و جسم تعادل و تناسب داریم و حال خوبی را تجربه میکنیم یا خیر؟ این سوالاتی است که الان پرسیدم. از زمانی که به دنیا می آییم تا لحظه مرگ حق داریم که سلامت باشیم. اگر ابعادمان به هم میخورد نشان دهنده این است که نظام باوری ما اشتباه بوده است. بنابراین از روزی که من و شما به دنیا میایم، اگر از نظر جسمی سالم هم باشیم انشالله، حق داریم تا آخر روزی که از دنیا میخوایم بریم به لطف خداوند در صحت و سلامت باشیم و بدنمون رو